یعنی من ریدم به این زندگی. نگهدار ماشین نگهدار. سلام یه دقیقه بایست من بینم میشم بار بیارم. همش کنزاتونه. با سلام علیرضا نیکنا هستم دوستان. امروز می‌خوایم راجع به مشکلات و دشواری‌های مردم اینجا یه گزارش تهیه کنیم. حالا چند سال ساکن اینجا هستید؟ 24 سال ساکن اینجا هستید. بعد چند ساله که با این دشواری دارید زندگی میکنید؟ دشواره؟ خیلی هم جای خوب. هیچی دشواره نداره اینجا. خوش به حالی که با آرزوت رسیدی بالاخره. مشتاقتش کن.